کسی که از الله ترسید از هیچ چی نمیترسه و کسی که از خدا نترسید از هر چی میترسه. از هر چی میترسه. از بچهش میترسه، از خانومش میترسه، از رقیب تجاریش میترسه، از نمیدونم کسایی که اصلا از خودش میترسه. این لازم نیست از کسی دیگه بترسه، از خودش میترسه. پشت میله های فکر خودش اسیره، از فکر خودش فراریه. از این فکر مسموم و آشفته چطور فرار کنم؟ چیکار کنم؟ رفیقش میگه کریستال کراک، فلان قرص روان گردان. میگه بذار 5 دقیقه از این اسارت فکریم در بیام. خودش اسیر خودشه، از خودش میترسه.